یا الله تو را و جبریل امینه و ملائکت شاهد میگردانیم که نیست هیچ کس مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. بزرگترین نعمت الله چی هست؟ والله ما 40 سال در اسلامیات تحقیق کردیم. بزرگترین نعمت الله عقیده توحید است. بزرگترین نعمت الله که سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه کلمه توحید است که لا اله الا الله. نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و نیست هیچ کسی مستحق ازی که قانونش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. والله اگر این کلمه را کس درست بفهمه، به معنای ازی درست بفهمه، به هیچ قانون تسلیم نمیشه. بسیاری کسا می کلمه را معنایش نمیفهمه. اگر معنای ازی کلمه را بفهمی هیچ وقت تو سوسیالیست شده نمیتونی. چرا سوسیالیست قانون مخلوق است، کمونیسم قانون مخلوق است، دموکراسی قانون مخلوق است. فلسفه که ارسطو و سقراط و دیگه فلاسفه که هستن اندیشه های از یا کلش اندیشه های مخلوق است. ولی تو با الله تعهد کردی که بغیر از ذات تو به مخلوق عبادت نمی کنم و بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را قبول نمی کنم. اینمی هست مسلمان سچه پاک خوب. امروز کسایی که میگه من دموکرات هستم او به لا اله الا هو ایمان داره. رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کی آخری کلمه از زبانش خارج میشه که لا اله الا الله؟ کسی که مطابق لا اله الا الله زندگی کرده باشه، کسی که بغیر از ذات الله به مخلوق سجده کنه. ما و شما در فیلم ها میبینیم به مخلوق رکوع کنه، به مخلوق سجده کنه، خود به مخلوق ذلیل بسازه، عبادت مخلوق بکنه و 100 مرتبه لا اله الا الله بگه. لا اله الا الله بی معنا که معنای از رو تطبیق نکنن برای چی منفعت میرسانه؟ از این خاطر این لا اله الا الله که مطابق از زندگی نکنه انسان، باز در آخر وادی جان کندن باز لا اله الا الله گفتن نمیتونه. من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. این لا اله الا الله باید از قلبت برآید. لا اله الا الله باید از قلبت برآید. از این خاطر کسایی که موسیقی میشنون در آخر عمر در لا اله الا الله گفتنشان بسیار مشکلات پیدا میشه. یک دکتر قلبی میگه ما خود دکتر هستیم، از نگاه طبی میگه پیش ما مریضا را میآوردن. وقتی که یک کسی را میآورد که مثلا تصادم کرده قلب ازی از بین رفته، دکتر خود میفهمه که خلاصی دیگه میمره. میگه ما چی میکردیم؟ برای از این مریض تلقین میکردیم قلبش خلاص است، نابود شده، منتها زنده هست، چشمایش میبینه. برش میگه بگو لا اله الا الله. میگه یک کسی زیاد موسیقی شنیده، میگه بگو لا اله الا الله، این دیگه قرار خواندنش شروع کرده. شمالی لالزار باشه به من چی؟ بگو لا اله الا الله، خواندن این دی میکنه. 30 گناه در موسیقی، 30 گناه، یعنی 30 گناه. کسی که یک پارچه موسیقی را میشنوه در یک گناه یک دفعه لعنت الله سرش نازل میشه، اما در یک پارچه موسیقی 30 مرتبه لعنت الله سرش نازل میشه.